اگر فکر میکنی برای پولدار شدن باید بیشتر کار کنی، این کتاب ثابت میکند که مشکل تو کار کردن نیست، مشکل ذهنیت تو است. این را تا آخر بشنو، نگاهت به پول کاملا عوض خواهد شد. روانشناسی پول کتابی است که نگاه ما را به پول کاملا عوض میکند. نویسنده میگوید مشکل ما این نیست که اقتصاد نمیدانیم، مشکل این است که خودمان را نمیشناسیم. احساسات، ترس‌ها، باورها و برداشت‌های شخصی ما از پول خیلی بیشتر از حساب و کتاب‌های مالی روی موفقیتمان اثر می‌گذارد. کتاب از یک حقیقت ساده شروع می‌کند. ثروت واقعی چیزی نیست که مردم می‌بینند. خانه بزرگ، موتر لوکس یا لباس‌های برند ممکن است فقط نشان بدهد که یک نفر پول خرج کرده، نه اینکه پول دارد. ثروت واقعی چیزهایی است که زیر پوست زندگی پنهانند. پسنداز، آزادی، امنیت و انتخاب‌های بیشتر. یکی از مهمترین پیام‌های کتاب این است که رفتار مالی مهمتر از هوش مالی است. یعنی آدمی که احساساتش را کنترل می‌کند از آدمی که بهترین تحلیل‌ها را بلد است موفق‌تر می‌شود، چون بزرگترین دشمن مالی ما طمع، ترس، عجله و مقایسه با دیگران است. هاوزل نویسنده میگوید روی پسنداز کردن تاکید عجیبی می‌کنم. میگوید تو لازم نیست پول زیاد در بیاوری، تو باید کمتر از درآمدت خرج کنی و بقیه‌اش را نگه داری. پسنداز یعنی قدرت، یعنی آرامش، یعنی انتخاب‌های بیشتر. بعد کتاب میگوید چیزی به نام موفقیت سریع وجود ندارد. معجزه واقعی در بهره‌وری مرکب است. یعنی اگر از امروز شروع کنی و سالها ادامه بدهی، داراییت مثل گلوله برف بزرگ می شود. هیچ فرمولی در دنیا قوی تر از این نیست. یکی از بخش‌های جالب کتاب این است که میگوید قسمت بزرگی از موفقیت یا شکست مالی ما نتیجه شانس و زمان است. پس نه از خودت زیاد توقع داشته باش، نه زیاد خودت را سرزنش کن. همیشه بخشی از زندگی خارج از کنترل ماست. در آخر کتاب نتیجه گیری می کند که پول فقط عدد نیست. پول یک احساس است. پول اگر درست مدیریت شود به تو آزادی می دهد. آزادی تصمیم، آزادی زمان، آزادی این که مجبور نباشی کاری که دوست نداری انجام بدهی. این کتاب یاد می دهد که با تغییر ذهنیت، با شناخت احساسات و با ساختن رابطه سالمتر با پول، مسیر ثروت آفرینیت را هموار کنی. و این مهمترین پیام هاوزل است. من کسی است که با پول در آرامش باشد، نه فقط کسی که پول زیاد دارد.